در دایره جشن سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بازدید کاری رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов رئیس شهر خورو میرزانباد علیشیر خدابردی و راهبر گنرالی شرکت موبیلی جمعیت سهامی پوشیده تسل آزادخان دولتشویف و دیگر شخصان رسمی از محله‌های شهر خورو صورت گرفت. این بازدید از بازار 20 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به خاطر سهم گرفتن این شرکت مخابراتی در آبادانی و سازندگی شهر خورو آغاز یافته تذکر داده شد که شعار خورو را دوست می‌دارم که بر اثر بارشات امسال شکلش کاسته شد از نوسازی می‌گردد. به علاوه این در حدود محله نام برده در نزدیکی مهمانخانه سریز نصب شعارهای ترنمگر استقلالیت دولتی نیز در نظر داشته شده است. و گفته نورس خوسابیکوف راهبر منطقوی شرکت مذکور در اساس تصمیمات گروه کاری قرار است که در محله شیرینشاه شاه تیمور در نزدیکی بنای مرکز منطقوی شرکت تسل گلدان پرره از نوسازی گردیده با تجهیزات خودکار آبمانی و گل‌های رنگارنگ و آرایشی و پنجره تامین می‌گردد. همچنین جانب‌ها به موافقه رسیدند که در نزدیکی مرکز سلامتی شهر خورو واقع در محله گولکن در اساس طرح مکمل گلگشت مسافت 200 متر راه پیاده‌گر پر سنگ فرش گردیده با کرسی و قوطی‌های اخلات پرتو و فروزانک‌ها و ویفای رایگان تامین می‌گردد. در این قطعه بنیاد گلگشت نیز در نظر داشته شده است. شرکت موبیلی جمعیت سهامی پوشیده ایندیگو تاجیکستان تسل در اساس قرارداد به امضا رسیده تصمیم دارد که در زمینه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خورو تالار ورزشی برای بازی فوتبال و دیگر مسابقه‌های ورزشی با 300 جای نشست مطابق با معیارهای جهانی را بنیاد نماید. لازم به یادآوری است که کارهای ساختمانی نام برده را در شهر یک شرکت وطنی با نام دربند به عهده گرفته است. ساختمان تالار ورزشی که در شهر خورو ساخته می شود با دستگیری و مبلغ گذاری شرکت موبیلی تسل و پودرچی جدیمی دربند ساخته می شود. تالار با طرح زمانوی که دارای حمام، حاجتخانه، انبار ساخته می شود. شرکت اتمام گرفته است که تا جشن 30 سالگی استقلالیت ساختمان به انجام رسانیده شود. بلندی بنا 9 متر می باشد. اندازه درازی تالار ورزشی 45 برش به 23 متر برای 300 جای نشست پیش بینی شده است. با استاندارد جهانی ساخته می شود. در اساس توافقات میان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов و راهبر گنرالی شرکت موبیلی تسل با مقصد وسعت کارهای سازندگی در شهر خورو تصمیم شد که در همشفتی تالار ورزشی همچنین میدانچه ورزشی نیز مطابق با طلبات‌های دولتی بنیاد کرده می شود. گفتنی شرکت مذکور همچنین تصمیم دارد که ورزشگاه مرکزی ناحیه راشقلعه را نیز سال روان پرره از نوسازی نموده آن را با علف صنعی نیز تامین نماید. همه کارهای بنیادی تا جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به اتمام خواهند رسید.